برداشت نمیگه سر لیچ که ها همون گردن تپه چون همین چیز مولی ما نیست مولی ما چخیل نیست من مسلمانم مسلمان هیچ وقت کافر نگه چه کلوبا را محکم نمیکنین دیسکوتیکا را محکم نمیکنین هیچ بود دموکرات یعنی چیز مول دموکراتی که باشه ما چیکار بفورا میکنم چیکار بفورا میکنم خود من یوکم خود حجاب میکنم تو جد مده چیکار داری آپاش ها بوریش روباریت بعد اما روباریت بگو پیش ما بیا من خودم خچی گپ میزنم تو مرا بیاره در کدام اساس حق داره که سطری مرا ایما بکشه قانونش نشونه تو مرا بیا آخه من قانون تاجیکستان چیکار دارم من نمیخوام که کلوب محکم شود چون محکم نمیشه قانون تاجیکستان چیکار در تاجیکستان زندگی کسی چیکار قانون اکا مرا کو اومده در قدی راه نگو من خودم مزه نیست من اونوش اشاره کردی که برا بگو سطرش بکشه اونمو گنرال تا پنرال تا برا بگو که زن شب بگیره کونیلیچ کنه در مردم نشان بده تمام بارک الله فیکم برادران و خواهران عزیز تقریبا یک هفته پیش اون ویدیوهایی که به دست همه شما منتشر شد رسید و این طاغوت حکومت تاجیکستان که به سر مسلمان ها به مرد و به زن هجوم کرد و این حق الله داده که به همین مسلمان ها الله سبحانه و تعالی داده این را میگیرد و حق الله داده را از بنده های الله میگیرد و طاغوتی را به درجه بالاترین طاغوتی به فرعون برده رسانیده است لعنت الله علیهم ضد حجاب دارن کار میکنند و ما در همون وقتش یک روز دو روز پسش یک هفته پیش مراجعتی کردیم البته به خواهر و برادران و این مسئله رو بیان کردیم لیکن حالا اکنون ما از خواهرانمون از مادران حجاب پوش مراجعت میکنیم که ای مادران و ای خواهران مسلمان حجاب پوش ثابت قدم در دین باشید ثابت قدم در دین باشید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند یک روز به سر امت من می آید که القابض علی دینه کالقابض علی الجمره یک روز به امت من می آید که چنگ زنندگان به دین کسانی که دین نمی دارند کسانی که دین خود حفظ می کنند زنهایی که حجاب می پوشند مسلمان هستند مردهایی که ریش می مانند و مسلمان هستند همین دینشون به عمل می کنند همچنین روز به سرشان می آید که گویا که بلخشه انگشت سوزان چنگ زده باشد یعنی دیندار شدن سوختن است یعنی به خاطر دین اذیت و آزار میکشند چی باید کنند صبر یعنی این خیل نیست که شما رو کسی اومده گفت که جریمه میبندیم یک بار حجاب بکشید همه حجاب بکشید ضعیف نباشید در دین خود ثابت قدم باشید حق خود طلب کنید و سری خود بردارید بله در این راه شاید کسی رو برند حبس کنند بله در این راه شاید کسی رو به قربانی به شهادت رسانند وفات کرده ها در دفاع دینش کسی که به خاطر دفاع دینش کسی که به خاطر لا اله الا الله میمره شهید است یا زن باشد یا مرد برای همین حجابای خود نکشید نترسید حجاب خود نکشید بله امروز سبحان الله مردهای این امت پراکنده است بله امروز بسیار جوانهای تاجیک پراکنده است و بسیاریش از حقیقت دین هم بیخبر است لیکن شاید شما همین مادرهای حجاب پوش سبب شوید که مردها مرد شوند و باز به این دین خودشون کمی اهمیت بدهند و خیزند و شما را دفاع کنند بارک الله فیکم اما کسانی که این حجاب را پیشش را گرفتن میخواهند روس آمد 70 سال دولت اتئیستی مردم به حجاب کردنی شد دین از بین نابود کردنی شد الحمدلله دین نابود نیست باز ادامه دارد باز مسلمان ها الحمدلله موحدین زنده هستند و باز حجاب پوشا هستند نقاب پوشا هستند شما هم حرکت چقدر که توانید حرکت کنید هم از دست شما چیزی نمیاد حفظ کننده این دین الله است یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون میخوان که با دهانهایشان نور الله را دین را حق را نابود کنند الله
این دینش را ظاهر میکند و کامل میکند و منتشر میکند، اگرچه شما کافران نمیخواهید. اگرچه شما کافران نمیخواهید. بالاترین درجه طاغوتی و کافری این است که مردم آشکار و واضح از دین الله بازگردانید. دین الله به عمل کردن تروریستی نامید. حجاب گجاش لباس بیگانه شد. حجاب گجاش تروریستی شد. ریش گجاش بیگانگی و بگانگی و تروریستی شد. این همیش دلالت به طاغوتی میکند. همیش لشکر شیطان شدن میکند. به خدایت با این خوبسا خودشون مسلمان میگن، با اینها دعوای مسلمانی میکند، با اینها خودش از همه مسلمان تازه میگوید ای کذابین، ای مشرکین، ای کفار، شما مسلمان نیستید. شما را همون مفتی هایی که مسلمان میگد همون هم کافر است. شما کفار هستید. ای حکومتدارها، ای کلانت و خوردت، ای لشکر، همه کفار مشرکینی. والله توبه نکرده بمیری جهنمی هستی. همه ای تو جهنمی هستی اگر توبه نکرده بمیری. از آتش جهنم سوزان الله بترس، از غضب الله بترس. به خاطر کرسی، به خاطر پول مال ناچیز این دنیا عاقبتت را ابدالابد جهنمی نکن. به الله قهار جبار بزرگ یکتا و تنها که صاحب زمین و آسمان هاست، رب العالمین است، به او اعلان جنگ نکن. ای الکگالیک، ای احمق، ای ناکس، ای کافر مشرک، به الله اعلان جنگ نکن که شکست میخوری. والله شکست میخوری. آتاتورک رفت و فرعون پیش از این رفت. کسی که انا ربکم الاعلا گفته بود، من رب بزرگ شما گفته بود، رفت. در وقت مردنش اشاره سبابه را برداشت، من ایمان آوردم، گفت الله قبول نکرد. نمرود رفت. تو هم میروی، لشکرانش هم میروی. ای لشکران طاغوت، ای لشکران طاغوت، به پول اندک، به دنیای اندک، به یک 500 سومانی 1000 سومانی کافر شدید. کافر شدید. شما براءت خود اعلان کنید از این سیستم، از این طاغوت پرستی براءت خود اعلان کنید، جدا شوید و شما دین الله حمایت کنید، مسلمان های حمایت کنید، همراه مسلمان ها باشید. وگرنه شما البته که اگر توبه نکرده میمیرید، شما کفار مشرکین، عاقبتتون ابدالابد جهنمی است. جهنم است. شما به دین الله داره جنگ میکنید. شما ناکس ها، شما از نطفه پیدا شده ها، شما نیکتا ها، شما 200 سومون و 300 سومون بشوده، به الله که شما به نفس داد، حیات داد، به وجود آورد، رزق میدید، به همون جنگ کرده شدید. شما کفار مشرکین. الله خارتان بکند، الله گرفتارتان بکند، به سختترین عذابهای این دنیا و آخرت گرفتارتان کند که چیزی نیافتید. به جای اینکه مردم زندگیش به کمک کنید، به جای اینکه مردم آسان کنید، به جای اینکه مردم به رحم کنید، به جای اینکه شما این مردم به اقتصادش به یاردم کمک کنید، آمدید در آمدید به لباس زن، آمدید در آمدید میخواهید که مسلمان حجاب نپوشد، میخواهید که همه زیناکار حرامی مثل شما باشد. این خوبتون آب بمیگید. این خوبتون آب بمیگید. همه مثل شما، مثل دختر و زن و فرزند فاحشه شما همه نمیشه. شما کفار مشرکین بری نمیشه. توبه کنید. ای میلیسه ها، ای کگبه ها، ای کتچه هایی که شستای عدل و حدمای عدل میگی، تو نیکتای تو اهل جهنم هستی. توبه کن. اگر توبه نکنی جهنمی هستی. 5 وقت نماز خونی هم تو جهنمی هستی. 10 وقت نماز خونی هم تو جهنمی هستی. تو حاجی شوی هم تو جهنمی هستی. تو توبه نکنی تو کافری، تو جهنمی. برام که تو بدین الله داری جنگ میکنی، مذهبت خراب است. ملاهایی که به تو فتوا میتد همیش کفار مشرکین است. ملاهات خراب است، مفتیت کافر است، همین تو کفار مشرکین است. بدین الله میجنگی. عیناً به مانند همون یهود میگفت که نحن ابناء الله و احباؤه، ما دوست داشته ترین بنده های الله هستیم و ما فرزندی الله هستیم. میگفت تا حاضر هم خیلی میگه. لیکن یهود الله گفت که مغضوب علیهم، من بالای شما به غضب کردم. شما لعنت شده ها هستید، شما غضب شده هستید. شما هم امروز میبینیم فریفته گشتید، به 4 ملای صوفی فروخته شده، به 4 رافضه فریفته شدید.
به 4 فتواهای شیطانی شیطان شما را فریب داد، این راه و منهجتان چکرد زینت داد. و زین لهم الشیطان اعمالهم، همین عملتون همین دینتون شما به شیطان زینت داد. آهسته هیزم جهنم شدید. ای لشکرای طاغوت، خطاب من به شما است. شما لشکر طاغوت هستید، شما کفار هستید، شما لشکر طاغوت هستید، شما کفر به طاغوت ندارید. شما امروز شما هستید که طاغوت وجود دارد. والله شما لشکران طاغوت نباشید، طاغوت نابود میشد. شما هستید که یک احمق، یک مشرک، یک دشمن الله و رسول، یک ظالم، یک دیکتاتور امروز دارد همه را اذیت میدهد. اگر شما نباشید او هیچ چیزی است، او یک گروه است. اگر شما نباشید ای لشکر طاغوت، شما روز قیامت همراه طاغوت میخیزید. الله در قرآن میگه احشر الذین ظلموا و ازواجهم، الله میگه که زنده کنید، حشر کنید، از قبرها بیرون کنید این طاغوت ها را، این ظالم ها را و کسانی که ازواجهم ای اعوانهم، یاردمچی های اینها را. شما یاردمچی طاغوت هستید، شما طاغوت پرست هستید. شما لا اله الا الله گفتتون قبول نیست، برای که شما لا اله الحق به ایمان ندارید. شما به این می جنگید، به دین الله می جنگید. شما کافرید. پدرت ملا است، ایلی روغت ملا باشدم تو کافری، برای که تو لشکری طاغوتی. تو مسلمان ها به ظلم میکنی. مسلمان ها به الله امر کرد که زنهای شما باید به حجاب باشد. تو آمده میگوی که نه، این سخن بیگانه است. الله بیگانه گفتی، رسول الله بیگانه گفتی، با کافر شدی. ای دشمن الله و رسول، توبه کن، بازگرد. من میدانم که در بین شما بسیاری این لشکران طاغوت میگید که نه ما مسلمانیم، ما صدقه اسلام شوی. تو کافری، تو مسلمان نیستی. تو توبه کن. آیا جهنم رفتن میخواهی 1000 سامانه؟ ای مراجین خورک، ای 1000 سامانه و 500 سامانه، ای پارخوری حرامی، آیا تو میخواهی که ابدالابد در جهنم باشی؟ آیا میخواهی که ابدالابد در جهنم باشی؟ سوزی از دیدن جمال الله محروم باشی، در آتش سوزان باشی، این طاغوتت برویت در جهنم هم توف کند، پیشاب طاغوتت در جهنم خوری، چیرک و فسادی همین طاغوتت خوری. آیا میخواهی؟ اگر خواهی مرحمت راهی که رفته شده بله همون است، همون راهی که تو رفته شده همین جهنمی است. اگر نخواهی توبه کن، توبه کن. این حیات یک بار است، این دنیا یک بار میوی. توبه کن، مسلمان شو، بنده نباش، بنده الله باش، بنده الله باش، امتی محمد رسول الله باش. این علمایی که به تو فتوا داد اینها علمای شیطانی است، اینها خائن است. کو حاجی مرزا؟ حاجی مرزایی که برآمده همیشه میگفت که ما مخالفی شریعت بوده ها را انکار میکنیم. ای مردم، طالب علمایی که در سعودی خوانده بود، در اینجا آنجا خوانده، گوش نکنید. میگفت این حاجی مرزا کجا شد؟ حاجی مرزایی که ضد خوارجا گویا که میبرآمد، مرحمت ضد طاغوتا برای چی نمیبره؟ حاجی مرزایی که آداب و اخلاق رسا حمایت میکرد، مگر حجاب پوشیدن این فرض الله نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این از آداب و اخلاق نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این پاک دامنی نیست؟ حاجی مرزا کجا شدی؟ حاجی مرزا مرد. برای که حاجی مرزا را ما میگفتیم که حاجی مرزا این یک کوکله هست، این یک مرغ هست که وقتی که طاغوت خروسش به این امر کرد قرقاس میزند، وقتی که او امر کرد این به گپ میدرد. این یک طاغوت پرست بیش نیست، این یک دوپگانه، این یک افیسری کماندیر بیش نیست. حاجی مرزا کجا شد؟ این ملاهای دیگری که از خوجند میبرآمدند، کداسی رفتاسی گویان به ما رد میزدند، شما کجا شد داستین؟ کجا رفتاستین؟ کدی شما برای این حجابی که باید دفاع کنین؟ این کجا شدن این ملاهایی که هزارها نفر شب و روز به ما رد میزدند و به ما گپ میزدند؟ ما به شما میگفتیم ای مردم که ای مردم، این ملاها مقصدشون دفاع کردن نه مذهب ابو حنیفه است، نه قرآن است، نه سنت است، نه دین است، نه الله و رسول است. مقصد اینها دفاع کردن یک طاغوتشون است، دفاع کردن سترکتوره های طاغوتی است. این خوبسا وقتی که دفاع طاغوت و نوبتش میاد مثل خروس برآمده قراقروق میکنند. اما وقتی که وقت دفاع دین الله آمد، دفاع امر الله آمد، اینها خوابند، اینها خوابند.
برای اینکه اینها طاغوت پرست کفار مشرکینند. کجا شد؟ مرحمت برا ای ملاهایی که در روسیه هستی، ای بنام مولوی، ای بنام ایشانت، ای بنام حاجیت، ای بنام دیگر ملاهایت، کجا شدین؟ حجاب مگر فرض الله کردنه که دفاع کنه؟ حجاب مگر آداب و اخلاق نیست که شما طرفدار آداب و اخلاق بوده؟ انمین است که الله سبحانه و تعالی خودش در قرآن به ما وعده داده بود که چهره های منافقین را آشکار میکند. الله اکبر، الله اکبر، که تا به امروز نشناخته ها، تا به امروز چهره های این علماء اصول، این فروخته شده ها، این کیسگی ها، این طاغوت پرستا را کسی که نشناخته بودند بعد از امروز شناختند. اگر بعد از امروز هم نشناخته باشد اینها خودش هلاک شده هاست. امام های مسجد، ای امام های مسجدی که در تاجیکستان هستید، وظیفه شما چی است؟ شما خود را میراث خول رسول الله میگوید. در بالای همون منبری که رسول الله این منبر را گذاشته است می نشینید. امامتی که این جانشینی از رسول الله است و این دین است می ایستید. نماینده دین، نماینده رسول الله در یک منطقه هستید. چرا در بالای حجاب صحبت نمیکنید؟ لذت حیات به شما نمیگذارد؟ زیبایی حیات، خانه های کتیج، مرسدس و بنوی هایی که در زیر پا دارید نمیگذارد؟ زنی دخترانی که در کار و بار و منصب هستند به شما میگن که پدرم گپ نزن که کاری ما بیزه میشود. بله؟ پس توی مشرک، ای امام کافر، تو چی کار برای چی آمدی بالای منبر؟ تو همین روز از بالای منبر رفت اگر خواهی که هیزوم جهنم نشوی. ای طاغوت پرست خبیث، به دهان پور، ای امام تو به دهان پور در بالای منبرها شب و روز سلفی ها دشمن دین، سلفی ها بدند، سلفی ها خطرناکن میگفتی. الله خارت کرد یگان سلفی ضد الله و رسول صحبت کردنش رو دیدی؟ این طاغوتی که تو دفاع میکنی حجاب را مال بیگانه میگوید، پیامبر را بیگانه میگوید، الله را بیگانه میگوید، قرآن را بیگانه میگوید، حجاب انکار میکند، حجاب پوشها را طرف کرده محکم میکند. توی مشرک تو چی میگویی؟ هیچ چیزی نیست. بلکه این امام ها طرفداری میکنند. این امام ها ورقه را میخوانند. این امام ها میگن که دستور پیشوای ملت طاغوت بزرگ ربمان الهمان به ما دستور داد که باید حجاب کشیده شود. با اینها به خودشان حجت دارند. الله شما را خار کرد، الله شما را لعنت کرد. انمین لعنت الله به سر شما است، انمین غضب الله به سر شما است. اگر شما خواهید که جهنمی نشوید ای امام ها، انا همین روز از امامتی دست کشید، توبه کنید. اما ای مردهای مسلمان تاجیک کجا هستید؟ ای مردهای مسلمان تاجیک پراکندگی تا بکی؟ ای مردهای مسلمان تاجیک اختلاف فقهی، زنازنی فقهی تا بکی؟ ای مردهای مسلمان تاجیک عقیده توحید قبول نکردن تا بکی؟ توحید قبول بکنید، به خاطر لا اله الا الله بخیزید، زنهای خود دفاع کنید. به خاطر لا اله الا الله بخیزید، زنهای خود دفاع کنید. اما وقتی که در بین مسلمان ها جهالت باشد، اما وقتی که در بین مسلمان ها دوری، نافهمی از منهج اهل سنت و الجماعت باشد، انا عاقبت همین است. بعد از این یک عباره در بین مردم تاجیک، در بین مسلمان های مردم تاجیک خیلی منتشر شده است که میگویند برای چی به ما مسلمان های تاجیک انا همچنین حادثه هست؟ برای چی به دیگرها نیو خاص برای ما همچنین ظلم بیدادی؟ برای آن که
تو مناسبی همین هستی، برای آن که تو ارزنده همین هستی، برای آن که تو زیبنده انا همین حالت هستی. علما چقدر زیبا گفتند کیف تکونو یولا علیکم، کیف تکونو یولا علیکم، شما چگونه باشد به بالای شما انا همچنین ریاست و حاکمیت و ظالمی و طاغوتی میاد. چگونه اید شما به بالای شما همین گونه میاد. اسلامی که امروز در تاجیکستان است، مسلمانانی که امروز در تاجیکستان است، یک بار به خود آیید، اکثریت 95-96% تاجیکستان مسلمانی نوشته شده است. رو تماشا کن. یک 2 روز قبل به من یکی از برادرها ویدیو را ارسال کردند که در اون جوانهایی که مکتب سنی که مدرسه میخوانند لباسهای LGBT را، لباسهایی که علامت همون لیواتی ها هست، علامت همجنسگرایی ها هست، انا همین را پوشیده در راه ها میگردند. یعنی جمع آمده به لباسی انا همچنین LGBT است، همجنسگرا ها. چگونه 95% این مردم مسلمان بوده است که از بینمازی خرسند است، از بی‌حجابی خرسند است، راضی است. بسیاری تاجیکا به من راضی است. باور کنید بسیاری اینا کفار مشرکین است. آخر 95% مسلمان اگر می بود هرگز به این چیز خرسند نمیشد. هر کس از دهه خودش، از ناحیه خودش، از شهر خودش باخبر است. مردم اکثرش از بی‌حجابی راضی است. مردم اکثرش از انا همین بیدین راضی است. خصوصا مردمی که در زمان اتئیستی، در زمان انا همون حکومت روسی اتئیستی شوروی وقتی که 70 سال تعلیم گرفتن، اونها خرسند هستند، این حکم ها را خیلی استقبال دارن میکنن. اما جوان موحد، جوان مسلمان، امروز الحمدلله جوان های تاجیکستان مسلمان و موحد شده ایستادند. الحمدلله اینها هستند. شما به دینتون چنگ زنید، به لا اله الا الله چنگ زنید، عزتمند میشوید و غیره. و در غیر این صورت در حالت خواری و زاری هستید. بارک الله فیک.